سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با بررسی کارت پوتوی بازیکن بایرن لورکوزن. حالا من اسمش رو خوب نمیدونم، یعنی خوب نمیدونم که نه، کلا نمیدونم چیه اسمش. من آنلاین نمیتونم خاک تو سرم چی دارم میگم، آنلاین نمیتونم بررسیشو بگیرم، تو آفلاین تستش میکنم. حالش خوبه، عالی نیست ولی خوبه. کلیان امباپه رو نیمه دوم رو میارم. ترکیب فقط یه چیزی رو چک نکردم، چند لحظه. بیا دیگه. خب من کاپیتان اولیور کان میذارم همیشه، چون وقتی کاپیتان کلا سیوا بهتری میکنه و چون فقط 2 دفاع هم دارم کلا تا ته دفاع بازی میکنم. برو تورس، برو 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 بدو یه برگشت. بدو کات ای توفت شانس آقای مخنم. چرا اینجوری بازی میکنن؟ بخوام بهش بدم خب بدو سرعت خوبی داره، از نظر سرعتی خوبه، از نظر پاسی ولی فکر نکنه. خب بذار ببینم رفت واسه گل طرف. گل نزنه آفساید شد. خدا رو شکر آفساید شد. نه نده بین قصدم بود بدم پارک. وا چرا پاس داد به نامرد؟ یه ضربم زد تو گل. ای بابا. خب ما هم گل زدیم، گل تساوی رو زدیم. اینطوری بکام پاس داد به باتی و باتی هم گلش کرد. چیز خاصی نبود. تورس گل. فعلا از این بازیکن پوتو هم هیچی من ندیدم، نمیدونم چرا هیچ کاری نکرد. کلا از نظر سرعتی بازیکن خوبیه ولی از نظر دفاعی به نظر من زیاد خوب نیست. از نظر پاسی هم ضعیفه. از نظر من حالا پاسایی که بهش دادم و زیاد، یعنی پاسایی که خواستم باش بدم اصلا خوب نبوده. بکن نخوری به سختی مساوی کردیم. این انتظار دارم ما گولم بخور. بدی داد. نزدیک بود. 2 دقیقه فکرم واقعا رفت تو گل. بخش رئیس سود زدم. برو پار مساوی هم بوده.
نظر ولش کن، از نظر موقعیتی مساوی بودیم انگار. خب کلیان امباپه رو میارم تو. مثلا چرا اول رافینیا رو نیاورد؟ خب کلیان امباپه رو میارم جا تورس. بس بده. ما یه گل دیگه هم خوردیم متاسفانه. چقدر ساده به ما اینا گل میزنن. نگاه طرف هم اینجوری اومد اینجا زد تو گل. من یه 2 دقیقه خواستم ویدیو رو قطع کنم، در جا گل زدن. نه کلا ویدیو رو قطع میکنم، یا اینا گل میزنن یا من گل میزنم. گل تساوی رو زدم. برو پاس بده به پار. بدو نه تو دست نده. بده راول نگرفت. راول برو باتی یک هات و گل. یه گل دیگه هم زدیم، اینو با امباپه زدیم. آره اینم خوشحالی گلش. من تصمیم گرفتم بیارم یکم جلوتر ببینم کاری میتونه کنه. حالا یکم جلوتر اینجا خوب ببینم میتونه گل بزنه. حالا فلان اصلا از اول بازی هیچ توپ نداشت، هیچ کار خاصی نکرد. چرا پاس داد خودش؟ من اونقدرم دیگه طول نکشید، کار نگه نداشتم اونقدر. بکن دفاع خیلی ضعیفه. کنم فقط 2 تا دفاع من دارم. به اون چرا پاس میدی؟ اصلا هدفم ایشون نبود. نه ببین پاس بده به دادی ولی پاس آخرای بازیه. آقا بازی 4-2 تموم شد. موقعیت بیشتر با ما بوده، 53% با ما بوده، 47% با اونا. نمرش هم 5.5 همچین بد نبود. تا ویدیوی بعد خداحافظ. یعنی اینو یادم رفت لایک ساب کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعد خداحافظ.